نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی یک روز پس از انتخابات پارلمانی محلی کاتالونیا گفت در چارچوب قانون اساسی آماده گفتگو و همکاری با دولت محلی جدید مستقر در بارسلون است. همیشه گفتم آماده‌ام تا گوش بسپارم و گفتگو کنم، اما تحت هیچ شرایطی قانون اساسی را زیر پا نخواهم گذاشت. وی همچنین افزود من به عنوان رئیس دولت بر سر یکپارچگی و تمامیت ارضی اسپانیا مصالحه نخواهم کرد. احزاب اصلی استقلال طلب کاتالونیا با کسب اکثریت نسبی آرا توانستند 62 کرسی از 135 کرسی را از آن خود کنند. گروه چپگرای جدایی طلب موسوم به CUP یا وحدت مردمی نیز 10 کرسی را تصاحب کرد. رئیس دولت محلی کاتالونیا آرتور ماس میگوید دستیابی احزاب اصلی جدایی طلب کاتالونیا به اکثریت نسبی آرا به منزله مشروعیت بخشی به برگزاری رفراندوم استقلال و جدایی سرزمین اسپانیا است. نظرسنجی ها حاکی است اکثر کاتالان ها به شرط برخوردار شدن از یک نظام مالیاتی بهتر و کسب اختیارات بیشتر از مادرید مایل به جدایی از اسپانیا نیستند.